من اسمم توماس رومنه و این داستان من از سفر در زمانه. چیزی که براتون تعریف میکنم احتمالاً باورش براتون سخته، میتونید باور نکنید، ولی من میگم. وقتی وارد پروژه هاریزون 7 شدم فکر میکردم فقط یک ماموریت تحقیقاتی درباره نوسان‌های زمانی داریم، اما روزی که دستگاه رو روشن کردن همه چیز تغییر کرد. من اولین کسی بودم که از تونل عبور کردم. وقتی رسیدم دنیا شبیه دنیای ما نبود، ولی انگار نسخه‌ای از آینده که کسی جرئت نمی‌کرد دربارش حرف بزنه. چیزی که دیدم هنوز هم نمیتونم بدون لرزیدن بگم. در سال 2149 آسمون دیگه آبی نیست، رنگش توسی سرده، انگار خورشید پشت یک لایه ضخیم از دور خفه شده. ماشینا پرواز نمی‌کنن مثل فیلم‌ها، اصلا ماشینی وجود نداره، همه چیز توسط یک شبکه هوشمند حرکت میکنه. شهرها مثل موجود زنده نفس میکشن و تصمیم میگیرن. اما ترسناک‌ترین چیز تکنولوژی نبود، آدم‌ها بودن. آدم‌هایی رو دیدم که چشماشون مثل مردمان که ما نبود، انگار یه لایه شیشه‌ای روش. وقتی حرف می‌زدن صدای واقعی از گلوی خودشون نمیومد، از بلندگوهای ریز داخل پوستشون پخش می‌شد. بدتر از همه آدم‌های معمولی ناپدید شده بودن، نه اینکه مرده باشن، به چیزی جدید تبدیل شده بودن. یکی از نگهبانا وقتی منو دید شوکه نشد، فقط با صدای خیلی آروم گفت شما از زمان خام اومدید، ما انتظار داشتیم زودتر برسیم. من برگشتم، ولی با یه مشکل. گاهی شبا وقتی توی آینه نگاه میکنم چشمم یک لحظه اونطوری میشه، شیشه‌ای، و میفهمم اون چیزی که توی آینده دیدم گویا همراه من برگشته. این داستان که شنیدید برگرفته از خاطرات کتابی هستش که دارید میبینید و توسط توماس نوشته شده. ایکسیوفو رو دنبال کن.